در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آیه 215 از آیات سوره بقره قرار داریم. در آیات گذشته الله سبحانه و تعالی به ما بیان کرد که متوجه باشید که بهشت خدا به آسانی به دست نمی آید. بهشت بلیط دارد، تکیت دارد. حالا بلیط بهشت چیست؟ تکیتی که بگیریم وارد بهشت شویم چیست؟ آیه قرآن اشاره میکنه که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان میکنید که به سادگی وارد بهشت شوید؟ به سادگی انسان وارد بهشت نمی شود، به آسانی انسان وارد بهشت نمی شود. بلیط بهشت سختی هاست، بلیط بهشت گرسنگی هاست، بلیط بهشت خود را آماده کردن به طعنه ها و توهین هاست. بلیط بهشت خلاصه مشکلات هست. مثلا نمونه، شما عزیزانی که از ساعت 9 به خانه الله ششته‌ای کار سختیه، شما آمدیم تا بلیط بهشت رو به خود بگیریم. یک نفر الان نشسته به گناه و معصیت، به عیش و نوش و استراحت، هیچ به فکر نماز جمعه هم نیست، به فکر درس و تعلیم و تفسیر قرآن هم نیست. او برای خود چی تهیه میکنه؟ او برعکس بلیط جهنم. بلیط جهنم چیه؟ بلیط جهنم لهو و لعب، موسیقی نواختن که شهوت برانگیز باشد. بلیط جهنم عیاشی، فسق، فجور، بدبختی، مخالفت با دستورات الله سبحانه تعالی. این انسان بلیط جهنم را به خود آماده می کند. پس این آیه که گذشت، که در جلسه گذشته بیان شد، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء، این اشاره میکنه که ای مسلمان متوجه باش که بهشت رفتن خیلی سخته، خیلی سخته.
در آیات امروز میخوانیم که انشاءالله که بهشت به دست آوردن مشکلات داره، سختی ها داره. انبیاء علیهم السلام خیلی سختی ها تحمل کردن. به خاطر چی؟ به خاطری که به بهشت برن. اولیای خدا سختی ها رو متحمل شدن، تحمل کردن. به خاطر چی؟ به خاطری که به بهشت برن. و این که در حدیث آمده الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، که به همینه. انسانی که در زندان به سر میبره او نمیتونه هر آنچه که دلش بخواهد بخوره، هر آنچه که دلش بخواهد بنوشه، هر آنچه که دلش بخواهد انجام بده و هر جا که دلش بخواهد بره. انسان زندانی کار کرده نمیتونه، اطرافش محدوده، بسته هست، نمیتونه پا فراتر از همان قانون و قواعدی که در زندان هست بیشتر پا فراتر بگذاره. اما انسانی که در زندان نیست، میبینیم که اگر آب سرد خواسته باشه آب سرد می نوشه، آب گرم خواسته باشه آب گرم، میتوانه به این بازار بره، به این کوچه بره، به این شهر بره، میتوانه این لباس رو بپوشه. انسانی که آزاد هست. رسول الله میفرمایند الدنیا سجن المؤمن، دنیا برای مسلمان زندان هست. چرا برای مسلمان زندانه؟ نه به عنوان این که ما در زندانیم هیچ کاری از دست ما، نه. محدثین میفرمایند که دنیا برای مسلمان زندان هست به این عنوان: وقتی زندانی نمیتواند هر چیزی بخوره بنوشه هر جا بره، مسلمان هم چنین هست. مسلمان نمیتواند هر چیزی بخوره، حرام نمیتواند بخوره. اگر مسلمان حرام خورد دچار عذاب می شود. اگر مسلمان شراب نوشید دچار عذاب می شود. پس نمیتواند حرام بخوره، شراب بنوشه. مثلا مردان مسلمان نمیتوانند از طلا استفاده کنند، حرام برای مرد مسلمان. نمیتواند هر چیزی بپوشه و نمیتواند هر جای بره، به خاطر اینکه به جایی که گناه معصیت، لهو، لعب، ساز، سرود، رقص، پایکوبی، جایی که خلاصه فسق، فجور، نمیتواند برود. و اینکه شیاطین مکانهای فسق و فجور و یا جاهای فسق و فجور را آماده میکنن. اما اینجا مسلمان باید متوجه باشه که الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن هست. وقتی مسلمان خود را از مجالس گناه و معصیت باز بداره، از خوردن حرام و از نوشیدن حرام و از پوشیدن حرام خود را باز بداره، در سختی ها مواجه میشه. وقتی در سختی ها مواجه شد، این بلیط بهشت را برای خود به دست آورده. اما برعکس کافر، برای کافر هیچ قیوداتی نیست. کافر شراب میخوره، نعوذ بالله زنا میکنه، نعوذ بالله هر جنایتی که از دستش بیای انجام میده، چون آزاده در دنیا. و در آخرت باز دچار عذاب میشود و مؤمن و مسلمان سرفراز و سربلند آخرت خوبی الله سبحانه و تعالی برایش آماده میکنه. پس این آیه که در جلسه گذشته بیان شد، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیلی باید متوجه باشیم، خیلی باید متوجه باشیم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر مسلمانی که در دنیا بیشتر و بیشترتر از راحتی های دنیا استفاده کنه، متوجه باشه که از راحتی های آخرت کم میشه. خیلی مهمه. دنیا دار ابتلا و آزمایشه که انسان ها بیاین در دنیا چه کار میکنن؟ برای خود بهشت میسازن یا برای خود جهنم؟ برای خود بلیط بهشت میگیرن یا بلیط جهنم؟ این به دست خود انسان هاست. پس ام حسبتم ان تدخلوا الجنه برای ما خیلی پیام ها داره که برای ما این درس سر میده که ای مسلمان متوجه باش که سختی ها، مشکلات، همه غم ها، مصائب دنیا تمام میشه، راحتی آخرت تمام نمیشه. برعکس استراحت دنیا
عیاشی دنیا، خوشگذرانی دنیا، لهو و لعب دنیا تمام میشه، اما عذاب آخرت تمام نمی شود. یسألونک ماذا ینفقون. بعد از این آیه مبارکه بحث انفاق می آید. ابو صالح از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ارتباط به سبب نزول این آیه مبارکه روایت میکنه که این آیه درباره عمرو بن جموح انصاری رضی الله تعالی عنه نازل میشه. این صحابیه که بسیار سرمایه دارن. عمرو بن جموح یکی از سرمایه‌داران مدینه منوره هست. پیرمرد، موسفیده و در عالم ظاهر لنگ. خیلی جالبه که عمرو بن جموح وقتی که صحابه رو به طرف احد روان میشن، پسران عمرو بن جموح مانی پدر میشن که بابا تو پدر موسفیدی، کهنسالی، ضعیفی، در کنار این هم مریضی، پای تو لنگه، تو نمیتوانی به جهاد شرکت کنی. بعد برای پسران خود میگه ای فرزندان من، شما بهشت را دوست دارید مگر من دوست ندارم؟ شما دوست دارید به صحرای محشر جزء شهدا حشر بشوید؟ عمرو بن جموح این را نمیخواهد. بعد عمرو بن جموح قسم یاد میکند که والله قسم دوست دارم که به صحرای محشر لنگان بیایم و به پیشگاه الله سبحانه تعالی بگویم که ای الله در راه تو شهید شدم. عمرو بن جموح انصاری در احد با همراه فرزندان خود یک جا شهید می شود. خداوند شهادت از این میپذیرد. این صحابی جلیل القدر می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله، من سرمایه زیادی دارم، در کدام راه انفاق کنم؟ در کجا انفاق کنم؟ در کجا صدقه بدم؟ برای کی صدقه بدم؟ این آیه مبارکه نازل می شود قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. عطا از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت می کنن که این آیه درباره مرد نازل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که 1 دینار دارم، به کجا مصرف کنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که به خودت مصرف کن. گفت 1 دینار دارم، کجا خیرات بدم؟ کجا انفاق کنم؟ گفت فرمودن به خودت مصرف کن. بعد گفت یا رسول الله 2 دینار دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن به خانواده‌ات مصرف کن، به اهل بیتت مصرف کن، به زن و فرزندت مصرف کن. بعد گفت یا رسول الله 3 دینار دارم، کجا مصرف کنم؟ رسول اکرم فرمودن برای خادمینت مصرف کن، کسانی که در خانه تو خدمت میکنن. و بعد گفت یا رسول الله 4 دینار دارم، کجا مصرف کنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن برای پدر و مادرت مصرف کن. بعد گفت یا رسول الله 5 دینار دارم. رسول معظم اسلام فرمودن به خویشاوندانت مصرف کن، به اقوامت مصرف کن. در ادامه حدیث می فرماید یا رسول الله من 6 دینار دارم، کجا مصرف کنم؟ رسول معظم اسلام فرمودن در راه خدا مصرف کن، بدان که این بهترین دینارت خواهد بود. این آیه مبارکه نازل می شود که در تفسیر کبیر و روح المعانی این حدیث را بیان می کند. یسألونک ماذا ینفقون، می پرسن از تو ماذا ینفقون، که چی چیز ما انفاق کنیم، نفقه کنیم، چگونه؟ قل بگو ما انفقتم، آنچه که شما خرج می کنید، من خیر، از مال،
مال در قرآن عظیم و شن به بسیاری جاها خیر گفته شده. مالی که انسان رو به خدا برسانه، به خدا وصل کنه، مالی که از اون مال انسان بهشت بسازه، او خیر گفته شده. وقتی شما خرج میکنید از خیر، یعنی از مال، پس اول بعد از این که به خودت مصرف کردی، به خانوادت مصرف کردی، اشاره میکنه چکار بکن؟ فللوالدین، به پدر و مادر مصرف بکن، نگذار پدر و مادر محتاج باشن. پدر و مادر خیلی ارزش دارن. در ماه مبارک رمضان بعضی از دوستان می آمدن پرسان میکردن میشه انسان زکات به پدر و مادر بده؟ نه، نمیشه. ارزش پدر و مادر همین قدر هست که برای زکات بدی. سر و جان فدای پدر و مادر کن. مادری که شبها تا صبح گریه میکرد، شبها تا صبح وقتی تو را دردی میآمد اشکش روان بود و شبها تا صبح به چشمانش خواب نمی آمد و تلاش میکرد که تو بخوابی، تو راحت بخوابی. خواهران و زنهایی که در وقتی که طفل در بطن دارن خیلی به تکلیف هستند. آیه قرآن اشاره میکنه که در حالت بسیار سنگینی قرار دارند. 9 ماه مادر تو را در بطن خود حمل و نقل کرد، تمام سنگینی ها، تمام مشکلات، دردها همه را تحمل کرد. وقتی تو به دنیا آمدی همه درد کشید. وقتی در دنیا آمدی از او شیره وجود خود شیر دریغ نکرد و بالآخره خواب بر چشمان خود حرام کرد. همیشه میگفت که مادر درد تو در وجود من بیاید ولی تو آرام بخواب. امروز خداوند نعمت سرمایه برای تو داده، خیلی جای شرمه بگی زکات به مادر میشه؟ او شیره جان خود را برای تو ایثار کرد، او عمر خود را به پای تو گذاشت. چقدر مادرها وقتی شوهر را از دست دادن، طفل در خردسالگی داشتن، آنها هم دوست داشتن برن شوهر کنن ولی شوهر نگرفتن، لذت‌های دنیا را کنار گذاشتن، در کنار تو طفل نشستن ولی تو امروز بگی من زکات نه. باید اینجا قرآن میگه قل بگو ما انفقتم من خیر فللوالدین. اول انفاقی که داری به پدر و مادر داشته باش، ایثاری که داری به پدر و مادر داشته باش. والاقربین، بعد از این که پدر و مادر تو خوب سیر شدن، پدر و مادر تو به راحتی زندگی میکردن، پدر و مادر تو مشکلات نداشتن، در گرمای تابستان جایشان سرد بود و در سرمای زمستان جایشان گرم بود، غذایشان درست و صحیح آماده بود، هیچ رنج و مشقتی از ناحیه مالی و اقتصادی نداشتن. حالا والاقربین، حالا برو به سراغ خویشاوندان، برو نگاه کن که ماما چی حال دارد، کاکا چی حال دارد، عمه و خاله چی حال دارد، اقوام و خویشاوندان چی حال دارند. وقتی که از اقوام و خویشاوندان هم مطمئن شدی، حالا والیتاما، برو به سراغ یتام، یتیمها. از یتیمها هم وقتی مطمئن شدید، والمساکین، برو به سراغ مساکین. از اینها هم وابن السبیل، برو به سراغ انسانهایی که مسافرن و چیزی ندارن. و ما تفعل من خیر، آنچه که شما میکنید از نیکی، وقتی آنچه که شما از نیکی انجام میدهید، لازم نیه که خیرات شما، صدقه شما را دنیا ببینه، لازم نیه که دیگران ببینن. تو که خیرات میدی و صدقه میدی و انفاق میکنی، متوجه باش که مرجع اصلی میبینه. فإن الله به علیم، همان خدا به آن صدقه که دادید دانا هست، خوب میدانه. چقدر به مادر کمک کردی، به اقوام و خویشاوندان، به پدر و بالاخره به ایتام، به مساکین، به اینها، به مدارس و حوزه‌های علمی. وقتی تو کمک کردی به خاطر خدا، این را بدان فإن الله به علیم، خدای تبارک و تعالی خوب دانایه، خوب میدانه، خوب واقف هست. یک روپیه تو و یک افغانی که به پدر و مادر و اقوام و خویشاوندان و در راه الله تو انفاق کردی گم نمی شود.
فإن الله به علیم. پس این آیه مبارکه به ما این درس میده که در انفاق اولویت ها رو مد نظر داشته باشیم. قانون و قاعده هست که الاهم فالاهم، شما مهمتر رو متوجه باشیم. اگر پدر و مادر گرسنه باشن، مشکلات داشته باشن، کسی بیایه به مدرسه و حوزه کمک کنه، خلاف قرآن عمل کرده. و اگر کسی اقوام و خویشاوندان گرسنه و فقیری داشته باشه و بره بالاخره در جای دیگری به فقرا و مستضعفین بده، این خلاف قرآن عمل کرده. الاهم فالاهم، متوجه باشیم مهمتر کدام هست. قرآن عظیم الشان این درس رو به ما میده که در عرصه انفاق اولویت ها رو مد نظر داشته باشیم. دین مبین اسلام عجیب دینی هست. الله سبحانه و تعالی چقدر به ما لطف کرده. یک برادر شاید به این فکر باشه که من از صبح تا شام بل میزنم، کلنگ میزنم، حمالی میکنم، روز 200 یا 300 یا 500 افغانی پیدا میکنم، کاش میداشتم در راه الله هم انفاق میکردم. اینها که زندگی خانواده مرا بیشتر نمیشود. در حدیث رسول الله میفرمایند هر آنچه که انسان خریداری می کند از برنج و روغن و تمام آذوقه‌ای که به خانه لازم هست و مصرفی که برای زن و فرزند خود می کند، همه اینها به نامه اعمالش صدقه نوشته می شود. همه شما عزیزان انفاق می کنید در راه الله، همه شما صدقه می دهید. همین اشیا و آذوقه‌ای که انسان به خانه خود خریداری میکند، اینها انفاق هست، اینها صدقه هست، اینها به نامه اعمال صدقه نوشته میشود. بناهن خداوند دروازه خیر بروی ما و شما باز کرده. وقتی به پدر و مادر خدمت کنیم انفاق هست، به همسر خدمت کنیم انفاق هست، به اولاد خدمت کنیم انفاق هست. تو پدری که برای فرزند خود قلم و کتابچه و بالاخره وسایل و اسباب تعلیم و تربیه فرزند خود را فراهم میکنی که این درس بخوانه، این انفاق هست در راه الله سبحانه و تعالی، به نامه اعمال صدقه نوشته می شود. پس این آیه مبارکه این درس سر میده که همه مسلمان ها به انفاق شرکت دارند، به صدقه دادن شرکت دارند. همه مسلمان ها به این کار خیر شریک هستند. فإن الله به علیم، هر آینه خدای تبارک و تعالی آگاه است و خوب میداند که انسان ها چگونه صدقه میدهند. اگر انسان در راه الله مال نداد، سرمایه نداد، انفاق نکرد در راه الله، مطمئن باشه که جان هم نمیدهد. چون در آیه قرآن میگه و انه لحب الخیر لشدید، محبت مال در جان قرار داره. وقتی محبت مال از جان بیرون شد و در راه الله مصرف شد، انسان چی میگه؟ ای الله، مال تو دادی در راه تو مصرف میکنم، جان را هم تو دادی فدای دین تو میکنم. ربط این آیه به آیه ما قبل این است. سبب نزول این آیه مبارکه اینه که بعضی از صحابه که نو مسلمان شده بودن میگفتن که ما چگونه جان خود را به مشقت بیاندازیم، چگونه ما رنج و زحمت و مشکلات جنگ و جهاد تحمل کنیم. جهاد یعنی چی؟ ما بریم خود را بکشیم، ما بریم بالاخره اسیر بشیم، شکنجه بشیم، مال ما از بین بره، جان ما از بین بره. آیا به نفع هست یا به ضرر؟ مثل که امروزه حالا مسلمانای صدر اسلام، بعضی از صحابه که نو مسلمان شده بودن این حرف رو میزدن. آن هم نه خدایی نخواسته، حرکت اعتراضی نبود، حالت تفهیمی بود که اونها بفهمن که آیا این به نفع یا به نقص. اما مسلمان های امروز هم خیلی کسانی بابا جهاد دیگه چیه؟ جنگ چیه؟ انفاق یعنی چی؟ حجاب یعنی چی؟ این مسائل بین بعضی از مسلمان نماها مطرح میشه. آیه قرآن میگه کتب علیکم القتال. کتبه یعنی فرضه، فرض کرده شد بر شما قتال، جنگ.
در جلسه گذشته اشاره کردیم که جهاد تا قتال فرق میکنه. جهاد لفظ عامیه، آمدن به جلسه درس تفسیر جهاده، آمدن به نماز جهاده، انفاق جهاده، احترام به پدر و مادر جهاده، در راستای اعلای کلمت الله از قلم کار گرفتن جهاده، دعوت و تبلیغ جهاده، جواب دشمن را دادن جهاده، همه اینها جهاده، همه اینها جهاده. در مقابل منکر استاد شدن جهاده، در مقابل فحشا استاد شدن، مبارزه با فحشا و منکر جهاده، همه اینها جهاده. جهاد لفظ عامه، اما قتال لفظ خاصه. قتال فقط جنگه، فقط رویارویی و بالاخره روبرو شدن، این را میگن قتال. این آیه میگه فرض کرده شد بر شما قتال، جنگ، یعنی شمشیر به شمشیر، نیزه به نیزه، روبرو، تن به تن جنگیدن، این به شما فرض کرده شد. و هو کره لکم، حالا که این جریان شما ناگوار میپندارید، ناگواره برای شما، انسان تکان میخوره. قتال یعنی کشتن، یعنی اسیر شدن، یعنی زندانی شدن، یعنی شکنجه شدن، یعنی بسیار به وضعیت خطرناک جان دادن. اینها همه قتال داره، جنگ همه برنامه ها رو داره. اما آیه میگه و هو کره لکم، این پروردگار ما میگه و هو کره لکم، این بسیار برای شما ناگواره. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شاید ان تکرهوا، او چیزی که شما ناگوار میدانید، و هو خیر لکم، این برای شما بهترتر هست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و او چیزی که شما به شر خود میپندارید، او چیزی که شما دوست دارید، و هو شر لکم، او برای شما بد است. شما خانه شیشتن رو دوست دارید که به جنگ نروید، آیه قرآن اشاره میکنه. شما دوست دارید به کنار زن و فرزند باشید، دوست دارید آرام باشید، دوست دارید و بالاخره هیچ آسیبی به شما نرسه، و هو شر لکم، این بده برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون، او چیزی که خدا میداند، الله میگه او چیزی که الله میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. الله جهاد به نفع مسلمان ها آورده. ملتی که جهاد نکنه او ملت سربلند نیه، سرفراز نیه، او ملت خاره، ذلیل، زبونه، او ملت باید همیشه زیر سلطه بیگانگان باشه، او ملت باید همیشه درد بکشه، همیشه رنج بکشه، همیشه خلاصه دیگران دستور بدهن به او بپذیره. اما ملتی که جهاد میکنه سربلنده، سرفرازه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. بعضی انسان ها میگن بخوریم، بخوابیم، بنوشیم، همین فقط کفایت میکنه دیگه. جهاد یعنی چی؟ توجیهات هم بالاخره به راه میندازن. بیا بخوان، برقص، موسیقی بنواز، وقت جنگ نیه، وقت بالاخره این و آن نیه. الله سبحانه تعالی میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، او چیزی که من میدانم شما نمیدانید. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما متوجه میسازه که ای انسان، خیلی اشیا و چیزهایی که شما به نفع خود فکر میکنید اما به ضرر شما هست. خیلی چیزهایی که انسان او رو به ضرر میپنداره ولی به نفع هست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس در این آیه مبارکه الله فرضیت جهاد رو بیان میکنه. کتبه یعنی فرض کرده شد بر شما جهاد، بر شما خلاصه مبارزه با دشمن و با اینها. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. سبب نزول این آیه مبارکه اینه، شأن نزول این آیه مبارکه 17 ماه بعد از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و 2 ماه قبل از جریان بدر، در ماه جمادی الثانی
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پسر عمه خود که به نام عبدالله ابن جحش بود به همراه 8 تن از مهاجرین او رو به سوی مکه روان کردند. بعد یک نامه به دست عبدالله ابن جحش دادن که این نامه 2 روز وقتی که رفتی، یعنی مسافت 2 روز راه طی کردی، بعدا نامه را باز کن و بخوان. 2 روز راه رفتن، بعد از 2 روز نامه را عبدالله ابن جحش باز کردن، خواندن که در نامه نوشته هست بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد به برکت و به یاری الله سبحانه و تعالی بر رفتنت ادامه دهید و در منطقه به نام بطن نخله در آنجا برسی، توقف کنید که با کاروان و قافله از قریش سر میخونید، اخباری از اونها را به دست میآورید و برای ما میآورید. وقتی عبدالله ابن جحش این را خواند، در آن منطقه که این نامه خوانده شده بود، سعد ابن ابی وقاص و عتبه ابن غزوان یکی از شتران خود را گم کرده بودند و بعداً از عبدالله ابن جحش اجازه گرفتن که ما میریم به سراغ این شتر. اینها را عبدالله ابن جحش اجازه داد و اینها رفتن به سراغ شتر و عبدالله ابن جحش حرکت کرد رو به طرف بطن نخله. وقتی در بطن نخله رسیدن، این جریان در روزهای آخرین یا آخرین لحظات جمادی الثانی بود که فردایش ماه رجب بود. ماه رجب هم ماه از ماهای حرام بود. بعد نشستن و مشوره کردن که اگر فردا ما با کاروان روبرو بشیم، ماه حرام هست، شاید نتوانیم جنگیده و با اونها روبرو بشیم، و اگر الان چگونه. مشوره چنین شد که کاروان و قافله آماد با او حمله کردن. وقتی که حمله کردن مسلمان ها نمیدانستن، اما ماه رجب داخل شده بود. وقتی با کاروان حمله کردن، یکی از افراد کاروان که از حضرمی ها بود کشته شد و قافله عبدالله ابن جحش گرفتن و بالاخره آوردن اسرایی که داشت به مدینه منوره. وقتی به مدینه منوره رسیدن، اینجی قریش و مشرکین خبر شدند که مسلمان ها به ماه حرام حمله کردند. در ماه حرام جنگ درست نبود، اجازه نداشتن. اینجا مشرکین شروع کردن به سر و صدا و توطئه علیه مسلمان ها و تبلیغات علیه مسلمان ها. یهود هم با مشرکین همدست شد، شروع کردن به توطئه که مسلمان ها حرمت ماهای حرام را شکستند و در ماه حرام که رجبه، خلاصه اینها حمله کردن بر قافله و اینها. وقتی که عبدالله ابن جحش به مدینه منوره آمدن و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم از این جریان واقف شدن، گفتن کار خوبی نکردید، کاش حمله نمی کردید. و عبدالله ابن جحش هم پریشان شد که این کار ما شاید گناه عظیم و بزرگی باشه. و یک فرد از کاروان که از حضرمی ها هم بود کشته شده بود. چند نفر آمدن در مدینه منوره که به دنبال نجات اسرا. در اینجا به خبر به رسول الله رسید که سعد ابن ابی وقاص و عتبه ابن غزوان را هم مشرکین گرفتن، اینهایی که دنبال شتر رفته بودن. رسول الله فرمودند اگر سعد ابن ابی وقاص و عتبه ابن غزوان شما برای ما بر نگردانید، ما هرگز اسرای شما را رها نمی کنیم. اگر شما اونها را کشتید، ما هم اسرای شما را می کشیم. و بعد در این گفتگو بودن که سعد ابن ابی وقاص و عتبه ابن غزوان آمدن که اسیر نشده بودن و خلاصه اسرا را رها میکنن و پس قافله را هم رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میدهند که برون. عبدالله ابن جحش با جمعی از صحابه آمدن به محضر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردن. گفتن یا رسول الله این حرکت ما چی میشه؟ ما در ماه رجب حمله کردیم، نمیدانستیم این حرکت ما چی میشه. سوال کردن. این آیه جواب میده یسألونک عن الشهر الحرام، میپرسن از تو ای پیامبر از ماهای حرام. قتال فی، جنگ کردن در این ماهای حرام چی حکمی داره؟ این مشرکین که اینقدر سر و صدا به راه انداختن که شما کار خوبی نکردید و شما بالاخره مرتکب گناه شدید، ما چه کار باید بکنیم؟ آیه نازل میشه قل بگو قتال فیه کبیر، جنگ در ماهای حرام گناه بزرگیه.
خیلی گناهه، اما به این صحابه گناه نیه، چون این صحابه نمیدانستن که مای حرام داخل شده. به این صحابه این آیه نازل میشه که اینها برای اینها گناه نیه. قل قتال فی کبیر، بگو جنگ فیه در این ماها گناه بزرگیه، اما گناه بزرگتر از این جنگ چیه؟ و صد عن سبیل الله، بازداشتن از راه خدا. الله میگه ای مشرکین کار شما گناهی عظیمتر و بزرگتره، کار شما زشتره که شما و صد عن سبیل الله، شما بندگان خدا را باز می‌دارید از راه الله سبحانه و تعالی، و کفر به، و شما کافر شدید به خدای تبارک و تعالی، و المسجد الحرام، و شما باز می‌دارید بندگان الله را از مسجد الحرام، و اخراج اهلی منه، و بیرون کردن اهل مسجد را از مسجد، اکبر عند الله، این گناه بزرگتریه به نزد الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی از صحابه دفاع میکنه، الله سبحانه و تعالی این حرکت صحابه تایید میکنه که ای مشرکین کارهای شما زشتره، مردم را از راه خدا منع میکنید، شما به الله کفر ورزیدید، شما مسلمان ها را به مسجد الحرام اجازه نمیدید که داخل بشن، شما اهل حرم را، مسلمانان را از مکه بیرون کردید. این کار شما زشتره، این کار شما گناه عظیمتر و بزرگتره. بعد ادعای قتل کردن، گفتن که قتل صورت گرفته، اون مرد حضرمی کشته شده. الله سبحانه و تعالی باز جواب میده والفتنه اکبر من القتل، فتنه بزرگتر از قتل. فتنه چی هست؟ مراد از فتنه مفسرین میفرمایند و سه توجیه دارن. اول کفر و شرک بدتر از قتل، خصوصا کسانی که اهل حرمن. شما که همیشه کنار کعبه میگه قرار دارید، شما که در خود را کلیدار کعبه میدانید، این کار شما خیلی زشتره از این که شما میگی قتل. والفتنه اشد من القتل، شرک شما، کفر شما ای مشرکین بدتر از قتله. توجیه دوم که بعضی از مفسرین میفرمایند والفتنه اشد من القتل، مراد از فتنه آزار و اذیت رساندن به مسلمانان است. بعضی انسان ها فکر میکنن ما قتل نمی کنیم، اما آزار رساندن به مسلمان، اذیت کردن مسلمان بدتر از قتله، گویا که این انسان میکشه. این که رسول الله در حدیثی میفرمایند که آبروی مسلمان معادل به خون مسلمان هست. چرا؟ وقتی آبروی یک شخص به جامعه رود، در بین مسلمان ها آبروی یک مسلمان در خطر بشه، گویا که این انسان رو قتل کرده. البته متوجه بشیم آبروی مسلمان، اگر انسان به جامعه آبروی یک فاسق، یک فاجر رو میبره، فاسق و فاجر آبرو نداره. مسلمانی که آبرو داره، مؤمنی که آبرو داره، متقی که آبرو داره، پرهیزگاری که آبرو داره. اگر انسان فاسق آبرو میداشت، فسق و فجور رو برا نمیانداخت. پس این که میگیم خون مسلمان، آبروی مسلمان معادل به خون مسلمان هست، به خاطری که وقتی آبروی یک مسلمان رو به یک جامعه انسان بریزانه، چکار شده؟ عزتش، شرفش، همه اینها زیر سوال میره، زیر پا قرار میگیره، روحی آزار میبینه، فکری آزار میبینه. به اینه که بعضی از مفسرین میفرمایند مراد از فتنه آزار و اذیت رساندن به مسلمان ها هست. مثلا حال اختطاف، انسانایی که اختطاف میکنن، یک کودک، یک مسلمان رو میبرن به چاه زندانی میکنن و شکنجه میکنن، بعد میگن که ما قتل نکردیم، اصلا خود آزار رساندن قتله، خود شکنجه قتله، نیت قتله، نیت گناه. انسانی که این نیت داره که اگر اینقدر پول ندهید من فرزند تو را، برادر تو را، قوم تو را میکشم، خود این الله اشاره میکنه والفتنه اشد من القتل، آزار رساندن مسلمان، اذیت کردن مسلمان، شکنجه کردن مسلمان، این بالاتر از قتل نظر به بعضی مفسرین. سوم والفتنه که مفسرین تفسیر میکنن من از اسلام و ایمان، انسانهای مانی مسلمان شدن دیگران و ایمان آوردن دیگران میشن،
یا مثلا انسانهای در راستای ترویج فحشا و منکرات تلاش میکنن، اینهایی که فحشا را در بین جامعه گسترش میدن، منکرات را گسترش میدن، بی‌حجابی را گسترش میدن، اینها فتنه برپا میکنن. الله میگه والفتنه اکبر عند الله، فتنه والفتنه اکبر من القتل، فتنه بزرگتر از قتله. پس خیلی باید متوجه باشند آنهایی که به نام مسلمان ترویج فحشا، ترویج منکرات، ترویج بی‌حجابی و بی‌حیایی به بین جامعه دارن، متوجه باشند که اینها فتنه برپا میکنن و برپا کردن فتنه که عبارت از فحشا و منکرات و بی‌حیایی و بی‌حجابی هست، این بزرگتر و بالاتر از قتل هست. والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، همیشه یقاتلونکم، می جنگن کافران با شما. متوجه باشید همیشه کافر با شما می جنگه تا چی وقت؟ حتی یردوکم، تا اینکه بگردان شما را عن دینکم، از دین شما، این استطاعوا، اگر استطاعت داشته باشد، توان داشته باشد. کافر همیشه با شما می جنگه تا شما را از دین شما بگردانه، تا انسان را مرتد کنه. و من یرتد منکم، هر کس برگردد از شما عن دینه، از دین خود، فیمت، در حالت ارتداد و مرتد بمیرد، و هو کافر، در حالتی که او کافر هست و یا کافر باشد، فاولئک، پس این گروهی که مرتد شدن، حبطت اعمالهم، ضایع شده اعمال ایشان در دنیا و آخرت، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها یاران نار هستند، هم فیها خالدون، همیشه در جهنم میمانند. انسانی که مرتد بشه و اگر پس بر نگرده و رجوع نکنه به اسلام و در حالت ارتداد و مرتد از دنیا بره، هم در دنیا چه کار میشه؟ این زیان کرده، زنش از او جدا میشه، مالش به ورثه تقسیم میشه، به همین طریق این نقصان در دنیا. در آخرت هم که واضح و مشخصه که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. به طور خلاصه حکم مرتد، کسی که مرتد میشه، مرتد اینه که انسان به دین توهین کنه، به دین توهین کنه، به قرآن توهین کنه، به اسلام توهین کنه، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توهین کنه. این از دین مرتد، یعنی جدا. وقتی از دین جدا شد، به طور خلاصه و فشرده فقها میفرمایند، خصوصا مذهب احناف، به این قائلن که اگر مرد بود 3 روز برایش وقت داده بشه تا این که توبه کنه، و اگر تا به 3 روز توبه نکرد باید کشته بشه، و اگر زن بود برای همیش تا زمانی که توبه کنه باید در حبس و در زندان باشه. این حکم مرتد هست، کسی که به دین و اسلام و به قرآن توهین میکنه. اما یک نکته‌ای که در اینجا اشاره کنیم، بعضی انسان ها میگن فلانی خور آتش زد مرتد شد، فلانی خور کشت مرتد شد، فلانی خور به دار زد مرتد شد. این انسان مرتد نمیشه. مرتد اونه که از دین جدا بشه. ها، در لحظه کشتن اگر هر انسان خودکشی کنه به هر آل و اسبابی که باشه، اگر قتل خور برای خود حلال بدانه، چون یک شیء حرامی ای حلال گفته، کافر شده، از دنیا کافر میره، مرتد میشه. اما یک انسان نه، خور آتش زده میدانه که کارش گناه معصیته، خور به دار زده میدانه که کارش گناه و معصیته، گناه عظیم و بزرگ داره ولی مرتد نشده. امید است که الله سبحانه و تعالی او مورد رحم و شفقت خود قرار بده و او ببخشه. اما انسان مرتد مثل کافر هیچ وقت بخشیده نمی شود.